از آنچه که از سوی پروردگارت بر تو وحی شده پیروی کن. هیچ معبودی جز او نیست و از مشرکان روی بگردان. اگر خدا می‌خواست همه به اجبار ایمان می‌آوردند و هیچ یک مشرک نمی‌شدند و ما تو را مسئول اعمال آنها قرار نداده ایم و وظیفه نداری آنها را به ایمان مجبور سازی. به معبود کسانی که غیر خدا را می‌خوانند دشنام ندهید، مبادا آنها نیز از روی جهل خدا را دشنام دهند. این چنین برای هر امتی عملشان را زینت دادیم، سپس بازگشت همه آنان به سوی پروردگارشان است و آنها را از آنچه عمل می کردند آگاه می سازد و پاداش و کیفر می دهد.